ببینید دارن به این شکل داخل کانتینرها رو باز میکنن. یکی از کارشناسا رفت چک کنه که ببینه چی توشه، خطرناک نباشه. این برنجا کلا تو این کانتینر پختن. کانتینر هنوز داره میسوزه. بار این کانتینر موتور کولر و یخچال بوده. این قسمت دوباره شعله‌ور شده، مثل اینکه سیاه داره.